شاگردای نازنین و قندول، امید که جور و صحت و صحتمند باشین با والدین محترمتان دور از آفاتی که فعلا جریان دارد. امید است که در قسمت حفظ الصحه خود و خانواده خود توجه زیاد داشته باشین شاگردای نازنین. این ما شما میفهمیم که هم امروزه به هر جا گفته می شود که باید از چی نکات را در نظر بگیریم، به خصوص یعنی شستن دستای ما که باید از روز چندین بار دستای خود صابون بزنیم، با آب بشوییم و دیگه وقتی که بیرون میبریم از دستکش و ماکس استفاده کنیم تا که ما بتانیم از مرض کرونا جلوگیری کنیم. و دیگه همچنان کسایی که یعنی مثلا دیگه پارا نمیفهمند، نزدیکای شماست یا دوستای شماست یا مثلا همسنفی های نازنینتان هسته، باید برای اونا بگوین که روزانه دستای خود چندین بار با آب و صابون بشوین و در چیزهایی که دست میزنن به خصوص به خطکش، قلم، کتاب، کتابچه یا اشیایی که در خانه است، بعد از اینکه وقتی به اونا دست میزنن برن دستکای خود در تشناب با صابون و آب بشوین تا که همون میکروبا در جانشان چی نکنن، ملوث نشن. خب شاگردای نازنین درس امروز خود را شروع میکنیم. درس گذشته را امید است که به یاد داشته باشین و مشکلی که در درس گذشته داشته باشین من در خدمت هستم. همیشه ما در گروه حاضر هستم که با شما جواب بدم. جای مشکل دارین در خواندن، در نوشتن، در طریق تلفظ حروف یا تلفظ کلمات، حتما بر شما دوباره تکرار میکنم. خب نازنینا، درس امروز ما شما مکتب است. درس قبلی ما راجع به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود. امروز درس سوم ما درس مکتب است که شما همیتون مکتب دیدین، چون که صنف 5 هستین، نام خدا مکتب از نزدیک دیدین، 5 سال در مکتب بودین و درس خواندین، از تمام قوانین مکتب چی هستین؟ با خبر هستین، آگاه هستین. ضرورت نیست که ما به شما بگیم که مکتب چی است، مکتب چه رقم است، مکتب چی میکنیم و کدام کارا رو در مکتب انجام میدیم. این خبر شما معلوم است که مکتب جایی است که ما در اونجا چی میکنیم؟ نوشتن، خواندن، علم و ادب چی میکنیم؟ یاد میگیریم. آفرین. در مکتب چی میکنیم؟ نوشتن، خواندن، علم و ادب یاد میگیریم. خب حالی که ما در مکتب آموختن و ادب و علم یاد میگیریم، پس چرا توجه نکنیم چیزی را که استاد بر ما میگه و درسایی را که بر ما روزانه استاد میده. خب نازنینا، مکتب جایی هست که واقعیت جای درس خواندن است، جای نوشتن است، جای تربیت است، جای تعلیم است و در پهلوی جای احترام هم است که ما باید است به معلمین خود، به مدیران، به سرمعلم، هر کسی که در مکتب است، حتی چپراستی که دادان دروازه است یا گارد که دادان دروازه است، باید از ما به اونا هم احترام داشته باشیم، چون اونا از ما کده کلانتر هستن، اونا قابل احترام هستن. نباید از وقتی که ما در مکتب میباشیم به کسی بی احترامی کنیم و تربیت رو هم در نظر داشته باشیم. اگر ما بچه و یا دختر خوب باشیم، از این معلوم میشه که ما دختر و بچه چی هستیم؟ مکتبی هستیم. اگر خدای ناخواسته ما گپای خراب بزنیم، بی احترامی کنیم، به بزرگا سلام ندیم و به کلانا شفقت نکنیم، از این معلوم میشه که ما شاگرد مکتب نیستیم. پس مکتب جای یک کساست. شما دخترای نازنین، بچهای مقبول، در مکتب که میرین نظافت همیشه مراحت کنین. به درسایتون همیشه گوش بدین. چیزی را که استاد براتون میگه او را باید از انجام بدین. خب شاگردان نازنین، حالا خب کتابچه پیشتون است، من درس میخوانم، خوب به دقت گوش بگیرید. آماده هستین؟ متوجه. درس سوم مکتب. خب پیش از اینکه درس شروع کنم 2 سوال از شما میکنم، امید است که آماده باشین و سوالای من به خوبی جواب بدین. در رسم بالا چی میبینید؟ خب ببینید شاگردا، به کتابتون در رسم بالا چی رو میبینید؟ من خب فعلا در کتابم همچین رسمی نیست که ببینم. شاید در کتابای شما رسم باشه، چون من نمیفهم که رسمی چی است، چون که در تخته هم هیچ چیز معلوم نمیشه. خب کی از بین شما بگه که در کتاب شما رسمی چی است؟ آفرین. رسم یک مکتب است که طفل‌ها در بینشان در حالت توپ‌بازی هستند. شما خوش دارین وقتی که تفریح میشه، هر ساعتی که شما میتونید در تفریح در مکتب انجام داده میتونید. نه خدای نخواسته شوخیایی که مثلا شما سنگ بگیرین کسی را بزنین یا مثلا کسی را دشنام بزنین یا مثلا کسی را بدوانین. وقتی که ما تفریح میکنیم در تفریح هستون معلوم است که جنانتون را میخورین و ساعتیایی که خسته شدین در عین درس او را میکشین. خب سوال بعدی، در مکتب چی رو یاد میگیریم؟ چقدر خوب سوال. آفرین. گفته در مکتب چی رو یاد میگیریم شاگردا؟ در مکتب ما شما بیشترم براتون گفتم نوشتن، خواندن، ادب یاد میگیریم.
پس این سه چیزه که وقتی که ما در مکتب یاد میگیریم واقعا مکتب جای چی است؟ جای بسیار خوبی هست. خب اینا رو درس گوش میکنیم. ما هر روز به مکتب میرویم، در آنجا خواندن، نوشتن و علم و ادب را میآموزیم. با بسیاری از شاگردان دوست شدیم و با هر یک جا درس میخوانیم. خوب، چقدر خوب. یعنی ما وقتی که مکتب میریم دوستای ما زیاد میشه. وقتی که مکتب میریم ما دوستای زیاد پیدا میکنیم و با خوشی درس هم میخوانیم. هر کس میخواد که لایق شه و هر کس میخواد که درس پیشتر با استاد چی کنه بگوید. خب اینجا بیاین تا قسمت بعدی یک شعر نوشته است راجع به مکتب. من میخوانم، شما هم دستگاه مقبولتان روی خط بگیرین و گوش بگیرین. مکتب ما جای قشنگ است، کتاب‌های ما رنگ برنگ است، باغچه مکتب ما پر از گلاب است، جوچه‌هایش صاف و پرآب است. اگر که درس خوان شویم به جسم خود جان شویم. ببینید، یعنی میگه اگر ما شما درس خوان شویم فکر کنید که به جسم خود چی هستیم؟ جان میشیم. خب حالا میایم به تمرین روی تخته کار میکنم و شما دقت کنید. خب شاگردای عزیز در تمرین بر ما شما گفته که جاهای خانه خالی را پر کنید. قلم هست دستتان؟ آماده بلگید؟ خب دقت کنید. بر ما گفته مکتب چی کده؟ مکتب ما جای خانه خالی است. مکتب ما جای خانه خالی است. خب شما میتونید بگوین که در خانه خالی چی میآید؟ کی میگه گفتم؟ آفرین، قشنگ. مکتب ما جای چی است؟ قشنگ، قاف شین نون گاف، قشنگ است. آفرین شاگردای قندول. خب سه خانه خالی دیگهش میمونه که ایره شما باید از در خانه انجام بدین. اگر کل شما پر کنم باز اگر شما چی کار خواهد کردین؟ هیچ. باید از سه خانه خالی دیگهش شما در تمرین صفحه 10 در خانه کار میکنین و بعدا بر من روان میکنین. خب حالا میریم به لغت‌های درس مکتب. آماده هستین که بخوانیم یک جا؟ دقت به تخته میکنین. فقط تخته رو متوجه باشین، کتابایتان بسته. متوجه تخته شاگردای مقبول. لغت معنی قشنگ، زیبا. قشنگ، زیبا. جسم، بدن. جسم، بدن. گلاب، نام گل. گلاب، نام گل. باز تکرار میکنم، از پشتم بگوید. قشنگ، زیبا، جسم، بدن، گلاب، نام گل. در بین شما کسی هست که درس امروز نفهمیده باشه یا به کدام کلمه که برخورده باشه یعنی نفهمیده باشه؟ حتما اگر نفهمیدین که من دوباره تکرار کنم یا که پس دوباره درس بخوانم. خب امید است که درس امروز یاد گرفته باشین، با حافظه سپرده باشین و مشق تمرین یاد نبرین. شاگردای قندول و نازنین، کار خانگی تان پیش از اینکه درس خلاص و گفته بودم که تمرین صفحه 10 را پر میکنین و تصویرش بر من روان میکنین از طریق واتساپ. من میبینم پس دوباره بر شما روان میکنم. جایی که مشکل داشتین به من حتما بگوین. تا درس بعدی خدا حافظ و نگهدار.